تقویت اعتماد به نفس با 6 راهکار تضمینی. 1. از زبان بدنتان به درستی استفاده کنید. زبان بدن هر کس نشان می‌دهد که آن فرد چقدر به خودش اطمینان دارد. سرتان را بالا بگیرید، صاف بنشینید، به آرامی شانه‌هایتان را عقب ببرید تا در راستای ستون فقراتتان قرار بگیرند. شل و ول دست ندهید و وقتی صحبت می‌کنید، مستقیما به فرد مقابلتان نگاه کنید. 2. درست لباس بپوشید. وقتی ظاهرتان خوب باشد، احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت. لباس‌ها و لوازم مناسب انتخاب کنید. زندگی و کارتون رو جوری نظم و ترتیب بدید که در خور شخصیت شما باشد و احساس بهتری نسبت به خودتون پیدا کنید. همه اینها باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود. یک لباس مناسب و زیبا که توجه دیگران را جلب کند، می تواند به شروع یک مکالمه کمک کند. 3. جسورانه و جذاب صحبت کنید. یک لحن جسورانه، جذاب و در عین حال مؤدبانه برای صحبت کردن انتخاب کنید تا اعتماد به نفستان را نمایش بدهید. اینطوری عزت نفستان بیشتر می شود و به خودتان ایمان می آورید. برای اینکه جدی به نظر برسید، خیلی هیجان زده و عصبی نباشید و زیادی نخندید. اگر مردم حس رهبری را در شما ببینند، به صحبت‌هایتان بیشتر توجه می کنند. 4. مثبت فکر کنید، مثبت عمل کنید. انرژی مثبت باعث نتیجه مثبت هم می شود. پس سعی کنید نیمه پرلیوان را ببینید و به مسائل منفی فکر نکنید. همیشه لبخند بزنید، بخندید و با آدم‌های مثبت معاشرت کنید تا هم خودتون حس بهتری داشته باشید و هم کسانی که دور و برتون هستند. یک دفترچه‌ای یادداشت داشته باشید و هدف‌ها و موفقیت‌های روزانه‌تان را در آن بنویسید. شکرگزاری و رضایت بابت هر کار مثبتی که انجام می‌دهید باعث تقویت اعتماد به نفس و آرامش درونی شما خواهد شد. 5. مرد عمل باشید. تنبلی و دست روی دست گذاشتن فقط ترس و تردید برایتان به همراه می آورد، در حالی که اگر عمل کنید، اعتماد به نفس و جرأتتان بیشتر می شود. به عنوان یک تمرین، ترس‌ها و توانایی‌هایتان را بنویسید. خیلی ها به شما میگویند روی ضعف‌هایتان کار کنید، اما بهتر است روی نقاط قوتتان سرمایه گذاری کنید و آنها را پرورش بدهید. اگر وقت و انرژیتان را وقف نقاط مثبتتان بکنید، اعتماد به نفس در وجودتان جرقه میزند و روز به روز بیشتر می شود. 6. آماده باشید. یادتان باشد، برنامه ریزی جلوی عملکرد ضعیف را می گیرد. هر چقدر آماده تر باشید، احساس شایستگی و مهارت بیشتری خواهید داشت و اعتماد به نفستان هم بیشتر می شود. آمادگی باعث می شود که اتفاقهای بد و ناگهانی زندگی نتوانند شما را شکست بدهند. همه چیز را در مورد کار، رشته تحصیلی، هدفها و خلاصه هر چیزی که مسیر زندگیتان را به سمت موفقیت هدایت می کند یاد بگیرید. قبل از اینکه یک کار را شروع کنید، به انتظارها و هدفهایتان در انتهای مسیر فکر کنید، اما خیلی بلند پرواز نباشید. هدفها و کارهای بزرگ را به قسمت‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم کنید. تشکر از توجهیتان. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد، چینل ما را سابسکرایب و پست را لایک کنید. اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، لطفاً ما را در جریان بگذارید.